موثر میدونن. سیر تاریخی که ارسلان جان شما میگی رو من فکر کنم در واقع در تایید صحبت خودت فکر می‌کنم میشه در قالب حلقه های زنجیر نگاه کرد که این حلقه های زنجیر دهه‌های مختلف به همدیگه وصل شدن و یک اتحادی ایجاد شده که برای اینکه حلقه ها تقویت بشه و مثل دوی امدادی ادامه پیدا بکنه بهتره که به جای دیگر ستیزی دیگر پذیری رو تقویت کنیم. شاید این کمک بیشتری بکنه که نسل جوان هم مدام روی این تاکید میکنه. و نکته که بحث دادخواهی هست و فکر کنم در اکثر صحبت‌ها مطرح شد، با توجه به که جنبش زن زندگی آزادی به نظرم روی سه کلیدواژه محوری که گفتمان حقوق بشر رو در واقع داره مطرح میکنه استوار شده، شاید در مسیر یا پلتفرم دادخواهی بیشتر تعریف میشه و همین دلیله که صحبت‌های دوستان رو میشه به سه دسته تقسیم کرد در طول 40 چند سال گذشته. اینکه مردم ایران یا دادخواه بودند یا دادخواه شدند یا دادخواه خواهند شد. بهتره که وقتی که اتفاقی واقعی رخ میده اون در قالب فاجعه ببینن. مثالی که جوانترها روش تاکید دارن، اگر من حس کنم که در اون هواپیما عضوی از خانواده من بود یا خودم میتونستم باشم، اگر فکر کنم وقتی نوید افکاری شبانه کشته شد برادر من بود، اگر جینا مهسا احساس کنم یعنی حس خانوادگی بودنی که اون حلقه زنجیر با هم بحث این چنین احساسی داشته باشم، هیچ وقت نمیام اون بحث برتو برشت رو من میخوام تاکید کنم، بسیار نکته درستیه، هیچ وقت نمیام تا سر من نیومد کاری نکنم، مثال که خیلی زیبا ایشون به مادر بزرگشون گفتن. اما برای اینکه ببینیم کجا میخوایم بریم، قبلش به نظرم لازمه که ببینیم کجا هستیم و بعد چه باید کرد. پیشترش یه سوال مهمتر است که چگونه باید بود، چون چه باید کرد یه چیز کلیه، خیلی‌ها گفتن، ولی چگونه باید بود از خودمون شروع میشه. ما باید چگونه باشیم، چگونه عمل کنیم تا چه باید کرد از توش در بیاد. اما برای اینکه جایی که میخوایم بریم و درست بفهمیم کجا هستیم خیلی مهمتر. به نظر من 25 شهریور 1401 به درستی نقطه بی بازگشته و برای اینکه ببینیم که جایی که ایستاده بودیم کجا بود، یک بار دیگه مرور کنیم، بعد ببینیم چه باید کرد، چگونه باید بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر قرار باشه ما 25 شهریور نقطه بی بازگشت بدونیم، باید تکلیف دو چیز معلوم بشه. تکلیف یه چیزایی معلومه، تکلیف یه چیزایی باید معلوم بشه. ضمناً دیوارهای فرو ریخته از 25 شهریور به این طرف و دیوارهایی باید فرو بریزه. اما در تو تکلیف جمهوری اسلامی همه میدونن روشن، پس اون لازم است روشن بشه. تقریبا جمهوری اسلامی از بعد به تأسیسش همه میدونیم یه نظام ولاییه و پایبند به هیچ اخلاقیاتی، هیچ رویکرد انسانی نیست. از همون روزی که بنیانگذار انقلاب 57 هیچ احساسی نداشت اومد ایران، تکلیفش با ایران معلوم بود. از زمانی که به نام اسلام گفت باید بکشید، قلم‌ها را بشکنید و تکلیف همیشه روشن کرده بود و نماد بارز خشونت حکومتی با صادق خلخالی شروع شد. اما ساختاری که کارگزار تعیین میکنه، اگه قرار بود ساختار درست و اصولی کار بکنه، طبیعتاً انتخابش صادق خلخالی نبود. وقتی اون انتخاب میکنه با اینکه میدونه در حوزه ایشون گربه هم اعدام کرد، یعنی اینکه تکلیفش روشنه، میخواد چیکار بکنه. ایشون در حوزه معروف بود به اینکه گربه رو اعدام کرد، یعنی سیاسیون اون زمان تعریف میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که در حجرش باز بود، یه گربه رفت غذاشو خورد، گربه رو اعدام کرد، آویزون کرد، چند روز که گربه‌های دیگه بترسن. خب آدمی که با این نگاه میاد کارگزار یه چنین ساختاری میشه، شما از بذر کاکتوس مگه توقع گل رز دارین؟ تکلیفش روشنه. اما تکلیف چه چیزایی باید معلوم میشد؟ تکلیف چه چیزایی معلوم شد؟ به نظر من تقریبا تکلیف ملت ایران معلوم شد. فهمیده الان دیگه تقریبا همه بالقوه یا بالفعل دادخواهیم. تکلیف ما معلوم شد. ما چاره‌ای جز عبور از جمهوری اسلامی نداریم. گذار از جمهوری اسلامی رخ داد، در مغز و قلبمون رخ داد، تموم شد. ما الان باید روی پلن سازماندهی که ارسلان میگه، علی میگه، همه ما میگیم، باید روی این برنامه‌ریزی داشته باشیم. هی مدام بگیم جمهوری اسلامی بده، اصلا کلمه بد کمه. اصلا کلمه بد رو داریم به زشتی خطاب میکنی، چون پلشتی تمام وجودشو گرفته، تمام منابع ملی، ثروت ملی، منابع انسانی، همه چی از. چرا ما باید انرژی بذاریم بگیم جمهوری اسلامی بده؟ کیه که ندونه؟ بنابراین بهتره که یادمون باشه. مثلا مثل این میمونه که بگیم الان روزه. بله اونها سفسطه خوب بلدن، مغلطه خوب بلدن. ممکنه شما بگی الان روزه، بگن نه اون جای دیگه دنیا، شما در کانادا الان روزه، در ایران الان شبه، میشه اینجوری هم مغلطه کرد، ولی الان روزه دیگه، ماست سفیده. رو این بحث نکنیم. تکلیف ما تقریبا روشن شد. ما چاره‌ای جز همبستگی نداریم و در واقع تکلیف چیزایی باید معلوم بشه. چی؟
تکلیف جامعه مدنی ایران تقریبا روشن‌تر شد، اما نه کامل. جامعه مدنی ایران بخشش دایاسپوراست، بخشی درون ایرانه. تکلیفش هنوز خیلی معلوم نیست، به خاطر سرکوبا، نه فقط به خاطر اینکه میخواد نمیتونه. به خاطر همینه که ما وظیفه بیشتری داریم. تکلیف دولت‌های غربی چی؟ دولت‌های توسعه یافته چی؟ تکلیف اونا باید روشن بشه. اگر اونا همچنان بخوان همدستی کنن با جمهوری اسلامی، ما باید حواسمون جمع باشه. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که در خونه‌شون رو میزنیم به ما همیشه جواب بدن. اونا حق دارن منافع ملی کشور خودشون رو. ما باید درک کنیم و درک میکنیم. اونا هم میدونن که ما درک میکنیم. ما نمیگیم منافع ملی ما اولویت اول باشه که حرف مضحکیه. ولی شما نمیتونی به نام حقوق بشر و دموکراسی حرف بزنی، ولی وقتی سقوط انسانیت، افول انسانیت صورت میگیره به قول بهنام محجوبی و شرایط در خاورمیانه و در ایران رو میبینی که حتی اوکراین هم رسیده، شما نمیتونی به نام انسانیت حرف بزنی اما مسائل حقوق بشر و دموکراسی اولویت پنجم ششمت باشه. ما نمیگیم اولویت اولت باشه، ولی حق نداری اولویت چهارم پنجمت بکنی. این مسئله است، چون یک پارادوکسیه. طبقات جمهوری اسلامی که نمیره طبقات شما میره و ما هوشیاریم. در رابطه با دیوارها هم باید صحبت کنیم. چه دیوارهایی بعد از 25 شهریور فرو ریخته و چه دیوارهایی باید فرو بریزه؟ به نظر من دیوارهایی که فرو ریخته قطعا اولش دیوار ترس و ما اینو مدیون نسل جوونیم. اینو جوونا و جوونا ما مدیون اوناییم، شک نکنید. اما معنیش این نیست که اون نسل جوانترهای قدیم کار خطایی کردن یا نکردن. باید در اون کانتکست بحث کرد، تو اون شرایط، تو اون مقطع تاریخی باید قضاوت کرد. اینجا منصفانه نیست. تخطئه کردن دیگر ستیزیه، کمکی نمیکنه. نسل جوان هم بدون تجربه اونها الان دلسوخته ترن، برای اینکه احساس قربانی بودن کاملا تمام وجودشون رو گرفته. به همین دلیل اول دیوار ترسه که ریخته، دوم دیوار استبداد دینیه که ریخته. دیوار پوسیده استبداد دینی. این صدای من نیست، اینو نرگس از زندان میگه، سپیده قلیان میگه، نسرین میگه، خیلی دیگه دارن میگن. دیوار پوسیده استبداد دینی فرو ریخته. سوم دیوار بین خارج نشین و داخل نشین فرو ریخته. دیوار شکاف نسلی فرو ریخته. شما نگاه بکنید در دادخواهان ما، گوهر بهشتی، مادر نوید افکاری، ناهید شیرپیشه نسل اولن. نسل دوم فاطمه سپهری ها رو ما داریم. نسل سوم محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی‌پور ها رو داریم. اینا 3 نسل دادخواهن. ما فقط مادران آرژانتین ببینیم، مادر دادخواه ایران بیشتر میتونیم ببینیم. شکاف نسلی کامل دیوارش فرو ریخته. دیوار بحث که جمهوری اسلامی خیلی بر تبلش میکوبه با اینکه هیچ ارقی به ایران نداره، دیوار بحث اقلیت هاست که مدام به بهانه تجزیه طلبی همه رو داره منکوبمون رو میکشه، در حالی که همه ایرانیان. هیچ کس نمیگه من ایرانی نیستم، تمام وجود ما ایران رو دوست داریم. اما این دیواری که هی به خاطر چی میگم فرو ریخته؟ به خاطر اینکه از قلب ایران گفته شده از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. ما همه دغدغه جمعه های زاهدان رو داریم، مگه میشه جمعه باشه دغدغه نداشته باشیم؟ این دیوارم فرو ریخته. یه دیوارایی هست که هنوز فرو نریخته به نظر من و اون دیوار بی‌اعتمادیه. دیوار بی‌اعتمادی باید فرو بریزه. دیوار بی‌اعتمادی بین دایاسپورا فقط نیست، دیوار بی‌اعتمادی بین اپوزیسیون کلان و از جمله دایاسپورا و بین مردم ایران تا حدود یه دیواری بی‌اعتمادی وجود داره. البته بعد از این جنبش تا حدود این وحدت شکل گرفته، اما نه اونقدر که باید. چرا؟ چون سازماندهی نداشتیم برای یک جایی که می‌خوایم بریم. و برای اینکه این دیوار بی‌اعتمادی بریزه، من می‌خوام وام بگیرم از یک شاعر آلمانی مارگوت بیکل که میگه پرواز اعتماد را با یکدیگر تجربه کنیم وگرنه میشکنیم بالهای پروازمان را. اگر قرار پرواز بکنیم اول باید اینو بشکنیم، اینو دقت کنیم. به نظر من دیوار بی‌اعتمادی به این سادگی ها فرو نمیریزه. اگر دیوار بی‌اعتمادی بخوایم فرو بریزه، مثل همین الان در همین جمع ببین چند نسلیم، چقدر متفاوتیم، چقدر متکثریم، جوون، مسن، دیدگاه های مختلف، زن، جوون، جامعه LGBTQIA+ و همه افرادی که ما اینجا هستیم همه ایرانی هستیم و این ارق و علاقه رو داریم. تا حدودی برای اینکه دیوار بی‌اعتمادی بریزه یه مقداری نیازمند گفتگوییم. ما دچار بحران هویت به نظرم نیستیم، ما بیشتر دچار بحران گفتگوییم. کمتر پیش اومده اینجا گفتگو بکنیم، کمتر پیش اومده. ما میتونیم با دیگر پذیری و مدارا اجازه بدیم صحبت بشه. نسل جوان حرفشو بشنویم، نگیم تو که متوجه نیستی، چون من تجربه دارم فکر کنم بیشتر حالیمه، چون بیشتر تریبون به من دادن فکر کنم باسوادترم. نه، اینجوری نیست.
اتفاقا برعکس، اون آگاهتره، شجاعتره. من باید از اون یاد بگیرم، موتور محرک منه. من با حرفی که قبل از جلسه هم دوستان زدم کاملا موافقم. این یادمون باشه این دو قطبی سازی رو جمهوری اسلامی روش میدمه. این که بگیم کنشگر بگه بابا پژوهشگرام دانشگاهی هم که فقط به در کتابخونه میخوره، دانشگاهی هم میگن کنشگرام که اصلا متوجه نیستن. مثل بعضی از پژوهشگرا میگن آقا شما که سلبریتی هستی اومدی 4 تا کتاب بخون بعد بیا حرف بزن، به جای اینکه بیاد به اونی که جامعه دوستش داره کمک بکنه، مشورت بده، تختهش میکنه و فکر میکنه کتاب خوندن انگار فقط آگاهی در قرن جدید از ارتباطات فقط خوندن کتاب نیست. که اگه بود توی تحلیلگر و پژوهشگر میتونستی تحول بیشتری ایجاد بکنی. توی اپوزیسیون در 40 چند سال نمیذاشتی این همه خون ریخته بشه. برای همینه که من جوونو بیشتر میفهمم و معتقدم اتفاقا تا حدودی این دیوار بی‌اعتمادی فرو ریخته، اما در حد دیوار برلین ما باید فرو بریزه این دیوار برلین، وگرنه اتحاد جماهیر شوروی هم همچنان می بود، دیوار برلین هم همچنان می بود. و الان برای اینکه این اتفاق بیفته برسیم به اینکه چگونه باید بود، این بخشی از ماجراست. چه باید کرد؟ تا حدودی سازماندهی کلیدواژه اصلی، اما پیش از اون شبکه دایاسپورایی که در حال شکل‌گیریه، شبکه گذاری که داره نقشه راه میچینه، بیش از 67 صفحه نوشته شده پیش از کنفرانس استنفورد. یعنی اینکه ما باید برای 3 مرحله برنامه داشته باشیم با توجه به پتانسیل ها. 1 دوره اضمحلال یعنی سرنگونی، چگونه و توسط چه کسانی؟ نه اونایی که در میدان و خیابان‌های ایران هستن میتونن بگن فقط ما، نه مایی که فراتر از سرکوب و اختناق خارج از کشوریم و آزادی عمل داریم فکر کنیم فقط چون ما صدامون شنیده میشه ما. نه، یک کار ترکیبیه برای دوره اضمحلال یا سرنگونی یا فروپاشی. مرحله دوم دوره انتقاله. تا حدودی بعضی از صحبتایی که دوستان مطرح کردن در دوره عدالت انتقالی مطرح میشه. اینکه چگونه چه کاری بکنیم که بخش‌هایی از سیستم فرو بریزه، یک ددلاینی بذاریم تا اون زمان به بعدش کمیسیون‌های آشتی، کمیسیون‌های حقیقت در کنار دادگاه‌های بین‌المللی یا دادگاه ملی یا ICC و غیره، اینا در دوره انتقالی پلن میخواد، برنامه میخواد. و در نهایت دوره استقرار، که دوره استقرار چه حکومتی با چه نیروی انسانی، ما همه نیروهای تکنوکراتی که نمیتونیم بریزیم دور. به همین دلیل برای اینکه ما به اون چه باید کرد برسیم نمیتونیم پس از سقوط بگیم کاسه چکنن دست بگیریم بگیم چیکار کنیم. نه، همین الان باید فکر کنیم. همین الان کاری که داره انجام میشه نقشه راست. نقشه راه یه کار دانشگاهی، تیم‌های مدنی تخصصی دارن روش کار میکنن، اما برای پیش از اون نیازمند گفتگو هستیم در دایاسپورا و انعکاس صدای ملت ایران بودن. من خیلی خوشحالم که این جلسه رو این حس و انرژی مثبت از تک تک شما گرفتم و فکر میکنم چون بحث با نوبهار عزیز شروع شد که الان دیگه نیست، بهتر یادآوری کنیم که واقعا یک نوبهار جدیدی داره تو کشور رخ میده. یک پوست‌اندازی عظیمی شده که شاعر میگه نوبهار است بران کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. در جهان هر ورقی دفتر حالی دگر است، حیف باشد که ز حال همه غافل باشی. اینجوریه که ما این دیوارهای بی‌اعتمادی و خارج و داخل رو میشکنیم و با هم میریم به سمت جلو، اما با برنامه پیش از سقوط. تاکید میکنم پس از سقوط انقلاب 57 تکرار خواهد شد، یک نوع آنارشی صورت میگیره. مرسی.